阿富汗西部城市伫当地初七晚头时阵，发生规模6.3的大地震，有几十栋人家厝隆重崩起，至少有2000个人死亡，9000多人受伤，而且阁有真侪间地动尾，互民众行甲拢留伫咧街仔路，唔敢入去建筑物内底。 民众坐伫倒去的厝边啊，有囡仔惊向倒去建筑，想要抢救个人的物品。中亚国家阿富汗西部城市赫拉特省西北边40公里的所在萨布兰村，当地初七早起11点左右发生规模6.3的强烈地震，震源深度14公里，造成真侪徛家倒去毁损。 میامدن در سرا همینجا بستاده موتور چیز میکردن این تفلک میبردن که این غذا بده به کلینیک میبردن خب این موتور رسیم گاز بکند و پسی برای بخونه خدمه مادر خون که برف این بخونه ما اینجا ساده بوده همین گرومباز شده و دور که پای صدا نکنه این گرومباز که باشد بس هم با خونه هم بلیم 地震发生了后，伫短短几点钟内底，伊个连续发生规模4.3到6.3的真侪个地震，互伫正阳附近的数十栋厝拢正做平地。而即个强烈地震嘛，影响到新府赫拉特市，真侪建筑的砖瓦架是落甲满地拢是，把民众惊到走去街仔路，唔敢进入建筑。 مریضایی که به شفاخانه آورده شده از طریق شخصی یا از طریق ایراد آمبولانس خدمات اولیه ابتدایی اساسی برای از اونها ارائه شده و تمام دعا و کیت‌های عاجلی که در شفاخانه موجود بوده به دسترس از اونها و طوری که شما می‌بینیم این خدمات هنوز هم ادامه داره و هنوز هم از اطراف و از ولسوالی‌ها متاسفانه بعضی واقعات به شفاخانه آورده میشه. 伫赫拉特省隔壁的法拉省甲巴德奇斯省，嘛发生徛家大规模的受损。阿富汗的安心院会暂时已经组织紧急应变小组，甲志工要去灾区协助救灾。而当局的灾害管理局发言人表示，如果死亡人数会大量增加。公司新闻台是董炳玉。